عملا حجاب به قبل جنگ و بعد جنگ انگار تقسیم شد، راحت‌تر شد، آزادتر شد و دیگه نه اونا جلوی ما وای میستن نه ما جلوی اونا وای میستیم، از کنار هم رد میشیم دیگه. حتی مثلا شکل گشت ارشاد دیگه خدا رو شکر یادمون رفته، دیگه همه راحت تر شدن. یعنی اگر اینکه کسی میخواد الان حجاب داشته باشه حجاب داره، کسی نخواد داشته باشه نداره. بعد از مهسا امینی از 401 ما دختران رو میدیدیم که دیگه روسری سرشون نیست و تابستون که شد بلوز شلوار خیلی روتین شد، ولی خب با یه ترس و لرزی این اتفاق میافتاد. ولی بعد از جنگ خب خیلی دیگه راحت تر شد، خیلی عیان و علنی شد، یعنی چون که دیگه کاری نداشتن و هنوزم خدا رو شکر ندارن. یعنی ما که مثلا تا چند روز پیش خس و خاشاک بودیم یهو شدیم به ملت ایران تبدیل شدیم و انگاری نمیدونم جمهوری اسلامی هم احساس کرد که خب حالا مگه داره کل کشور از دستم در میره، خب حالا مثلا چه میدونم 4 نفر روسری هم سرشون نبود که یه ذره راهو باز بکنه که مردم مثلا از داخل دچار شورش و اینا نشه، قضیه 401 دوباره پیش نیاد. حس میکنم اون شادیه رو نیاورده هنوز، اون حس آزادیه رو نیاورده، چون آزادی فقط حجاب هم نیستش. در واقع من احساس میکنم که اینا همه سیاست پشتشه و مادامی که جمهوری اسلامی داره با این مدل گول زدنهاش ادامه میده و هر چند وقت بار با یه کاری داره این اتفاق رقم میزنه، این شیوه هسته.